درودی بلندوالا بر شما عزیزان همراه. بعد از دریافت برد از کجا شروع به تعمیر کنیم؟ این ویدیو شاه کلید تمام ویدیوهاییه که تا حالا ضبطشون کردم. تقریباً بزرگترین دغدغه شخصی که در بحبوحه شروع به تعمیرات برده اینه که نمیدونه اصلا از کجا شروع کنه. این که وقتی یه برد رو تحویل گرفت چی کار کنه؟ من توضیحاتمو از قبل از تحویل گرفتن برد میخوام شروع کنم. اولین چیزی که ما برای تعمیر یک برد باید بدونیم اینه که بدونیم اون برد برای چه دستگاهیه. خیلی مواقع از شکل ظاهری برد میشه تا حدود خیلی زیادی متوجهش شد. مثلا نگفته پیداه که این برد یه دونه لباسشوییه، مخصوصا که غالبا با پنل جلوش برامون میارن. تو بردهای دیگه هم میتونیم به دنبال نشونه های فاحش باشیم، مثل ترانس جرقه زن با این اشکال مختلف گواهی بر اینه که اینا برد پکیجن. معمولا بردهای کولرگازی به خاطر محدودیت فضایی که توی پنل داخلی دارن دوچار یه سری فرمهای خاص، پخیها و فرو رفتگی ها هستن. اینا داد میزنن که ما برد کولرگازی هستیم. مثلا این مدل پخی داره، اینم که کلن پیداست. حالا اگر روی یه بردی ترانس سیتی دیدیم احتمال کولرگازی بودن اون برد میره بالا. اما ممکنه شما یه تعمیرکار با سابقه حتی 10 ساله باشید، اما با بردایی مواجه بشید که اصلا نتونید تشخیص بدید مال چیه. در نظر اول شاید هیچ ایده‌ای برای این برد نداشته باشید. این واسه یه جارو برقی مجهز به بخارشو هست ظاهرا، یا این یکی بیشتر شبیه بردای یخچاله اما برد لباسشویی به کارچلیکه. از این موضوع که بگذریم، بعد از شناسایی خانواده برد که یخچال، کولر یا چی، باید به صورت کامل از خرابی اصلی دستگاه مطلع بشیم. باید پی ببریم که اون برد دقیقاً چه کاری رو انجام نمیده. احتمالاً سرویسکار برای راحتی کار خودش جوابای کلی به شما میده. شما میپرسید دستگاه چشه؟ میگه گیج میزنه، یا میگه اوستاکار شمایی دیگه، بردو کامل آوردم تستش کن دیگه. این جملات یعنی سرویسکار شما اصلاً خوب مکانیک دستگاه رو بررسی نکرده. توی اینجور مواقع زحمت شما چند برابر میشه. حتی گاهی ممکنه لازم بشه شما برد رو قبل از اقدام به تعمیر یه دست شبیه سازی کنید، تازه ایرادش رو کشف کنید. سرویسکار برد یک یخچالی رو براتون میاره، میگه خاموشه. شما میرید توی قسمت تغذیه کار میکنید، میبینید تقریبا اوکیه. حالا 2 تا دونه خازنم برای محکم کاری تعویض میکنید، میدید میره، میبره میبنده، زنگ میزنه میگه بازم همونه. ما بین حرفاش متوجه میشید منظورش از این که یخچال خاموشه اینه که کمپرسور نمیومده تو مدار. شما برای کاهش اینجور سوء تفاهمات که توی کار کم هم اتفاق نمیفته، بهتر ادبیات کاریتون رو با سرویسکارتون مچ کنید. موقع تحویل گرفتن برد از سرویسکار سوالات اساسی و روشنگر بپرسید. اتفاقاً تعمیرکار بردی که موقع تحویل گرفتن برد از سرویسکارش سوال میپرسه گواه بر مهارت بالا و آگاه بودنشه. عزیزانی که تازه وارد کار میشن برعکس فکر میکنن. برد رو تحویل میگیره، چون اوایل کارشه نمیدونه از کجا شروع کنه، عکس برد رو با یه سری توضیحات مبهم میذاره تو گروه تلگرامی. 10 تا سوال و جواب و اینور و اونور. ادمین محترم میپرسه اصلا این برد چشه؟ میگه نمیدونم. اون کسی که همون اول کار سوالات دقیق و سرنخیاب میپرسه از سرویسکار، میخواد با صرف کمترین زمان بدون شخم زدن برد بره سراغ بلوک خراب. همیشه نیمی از جواب توی سوال نهفته است. من مدرس چرا دارم توی کانالم پروسه مکانیک دستگاه ها رو هم آموزش میدم؟
برای اینکه اگر برد و آورد گفت کمپرسور نمیزنه، شما بپرسی کمپرسور رو جدا تست کردی؟ بله. سنسور رو عوض کردی؟ بله. چند تا چیز مکانیکی دیگه که باعث نزدن کمپرسور میشه رو ازش بپرسه که هم به خرابی اصلی نزدیک و نزدیکتر بشه، هم غیر مستقیم سطح بالای معلوماتش رو به رخ سرویس کارش بکشه. سرویس کاری که از شما چیز یاد بگیره مریدتون میشه. میره با خودش میگه بابا این خیلی استاده، به شما راحت تر اعتماد میکنه، برد بیشتری هم براتون میاره. اگر اروری روی یک بردی حادث بشه، توجه کنید که ارور یک کمک کننده است که محدوده خرابی رو برای ما مشخص میکنه. تمام ماجرا نیست. اصلا در برخی از موارد گمراه کننده هم میشه. بعضی وقتا اصلا اون اروری که داره میده واسه اون دستگاهش تعریفی نداره. مثلا ارور یخساز میده، یخچال مثلا یخساز نداره. یا ارور مطالب نامرتبطی رو داره گزارش میده، نامشخص و مجهول. اینجا چاره کار چیه؟ اینکه شما شرح حال دستگاه رو از سرویس کارش بگیری. آقای ایکس بفرمایید این ارور توی چه مرحله‌ای نشون داده میشد؟ اجازه بدید یه مثال کوچیک بزنم. توی یه لباسشویی سامسونگ مثلا ارور 4E داریم. شرح ارور اینه: دستگاه آب نمیگیرد، سیستم ورودی آب دچار اختلال و اشکال شده است، آب داخل دیگ وجود ندارد، یه همچین مضمونایی. میگه آب نیست. شما برد رو تحویل میگیرید، میرید سراغ تعمیرش. بسم الله. طبیعتاً طبق الگوریتم استاندارد تعمیرات میرید سراغ شیربرقی ها، ترایاکش رو تست میکنید، میبینید سالمه. میگید نکنه این خرابی پنهان داشته باشه، بذار عوضش کنم. کدومو عوض کنم؟ 3 تا ترایاک داره، هر 3 تا رو عوض میکنم. آدم باید محکم کاری کنه. 3 تا ترایاک عوض میشه، مقاومت‌های گیتش رو تست میکنید، آقا سالمه. حالا یه حال اساسی هم میخواید به برد بدید، ULNش هم عوض میکنید، دیگه تمام. میدین میره. سرویس کار زنگ میزنه، آقا این بازم همونه. سوال جواب اینور اونور، تازه متوجه میشید که این آب میگرفته، بعدش ارور میداده. پس یعنی شیربرقی ها کارشون رو داشتن درست انجام میدادن. ما توی تشخیص سطح آب مشکل داشتیم، یعنی هیدروستات و مسیرش. اینجا دیگه متاسفانه شما رفتید زیر سوال. نوک پیکان به سمت شماست. این حق رو لحظه‌ای برای خودتون قائل نشید که بگید آقا من از کجا میدونستم، تقصیر من چی بوده. شما موظفید شرح حال دستگاه رو بپرسید، این به عهده شماست. بسیارند سرویس کاران عزیزی که خودشون خودجو شرح ماوقع رو میدن، شما رو به درستی از اصل خرابی مطلع میکنن. اما متاسفانه کفه ترازو به این سمت سبکتره. اکثرا به این شکلن که مایلن برد و سری تحویل بدن برن. شاید هم گناهی نداشته باشن، طبیعت کاریشون اقتضا میکنه. بعد بره خونه مشتری بعدی. شمایید که باید استنتاق کنید، اطلاعات مفید بگیرید. وقتی داشت ارور میداد، X اومده بود توی مدار، فلان چیز قبلش اومده بود یا بعدش، یا اصلا نیومد تو مدار. ایناست که مثل یه چراغ قوه مسیر تاریک برد رو روشن میکنه. ثمرش چی میشه؟ یه تعمیر موفق و جانانه. نه که الهی به امید تو حالا تعویض کنیم ببینیم چی میشه. خب گیریم که ما با سوال و جواب ایراد دقیق برد رو متوجه شدیم. برد الان دیگه توی دست ماه، سرویس کارم رفته. اولین قدم قبل از هر گونه دستکاری و مخصوصا شستشو، یه چراغ قوه بر می داریم، مثل یه کاراگاه دنبال سرنخ می گردیم. می بینیم که خب به صورتی تابلو اینجا سوخته، قطعی بعید اینجا بوده باشه، ولی مسیرها باید به درستی تصحیح بشن. این آیسی پایه هاش زنگ زده،
اصلا برام مهم نیست که توی تست چجور جوابی میخواد بهم بده. تعویض. صفحه PCB زیر این دوتا زنر سیاه شده. شاید ضعف طراحیه، شاید هم نشون از یه خرابی و نارسایی داشته باشه. مسیرشو کامل باید بررسی کنم. اینجا سولفاته داریم، هم سفید هم سبز. قطعاً میتونه محل خرابی باشه. اینجا رو میبینید لحیم سردی داره. بعد از شستشو شاید محو بشه. یادم میمونه که حتما بعد از اینکه شستشو دادم اینجا رو شارژ لحیم کنم. این میشه بررسی چشمی. یک دنیا سرنخ بکر به شما میده. بالای 1000 تا برد تعمیر خواهید کرد که تنها خرابیشون همینه. مثلا فقط یه تیکه مسیر روی برد به خاطر سولفات قطع شده. با لحاظ کردن بررسی چشمی توی کارتون زودتر به اینجور خرابی ها پی میبرید و نمیذارید براتون بازی در بیارن. مراحل الگوریتم رو در آغاز کار باید به ترتیب انجام بدیم. رفته رفته شما تجارب ارزشمندی رو کسب میکنید که میتونید بعضی از این مراحل رو اسکیپ کنید، بپرید از روش. هیچ اشکالی هم نداره و اصلا مهارت به حساب میاد. به آخر ویدیو رسیدیم. میخوام که این نکته رو اجازه بدید به شما عرض کنم. داشتم میگفتم که ارور محدوده خرابی رو برامون مشخص میکنه. گفتیم این تمام ماجرا نیست. یادتون باشه رفتار دستگاه ارجحیت بر ارور اون داره. یه برد پکیج بوتانی رو تصور کنید که ارور E01 میده. شرحش اینه: عدم تشکیل شعله در تمامی سایت ها، همچنین سایت خودمون، علت خرابی حول محور شعله و گاز و جرقه زن میگرده، چون تعریف اصلیش هم همینه. لذا الگوریتم به شما میگه برو سراغ رله شیر گاز و بایاسش روی برد، ترانس جرقه زن و بایاسش روی برد. اما چون این تعمیری، اگرچه ما داریم بر حسب دستورات الگوریتم رفتار میکنیم، اما یک تعمیر باطل و نافرجامه، چون ما آدرس رو داریم اشتباه میریم. الان تمام همکارا مستحضر هستن که این ارور در 99.99% مواقع از رل فنه. شما این رو چطور کشف میکنید؟ با سوال. فن تو مدار میومد؟ موقعی که داشت ارور میداد میگه نه، فن نمی اومده، ارور شیر گاز میده. البته نامربوط هم نیست چندان. شما باید سیکل کاری مکانیکی دستگاه رو بدونید، لذا راه بر شما همیشه هموارتر میشه. آخرین کلام که مربوط به این موضوع از ویدیو میشه اینه که بعد از تعمیر لازمه که شما برد رو شبیه سازی کنید. برای انجام این کار متعلقاتی نیازه که باید به همراه برد از سرویس کار تحویل بگیرید. مثلا تو یخچال حتما باید دیسپلیش همراهش باشه. تو کولرگازی دیسپلی، ریموت کنترل و فن بلوور که ارور نده. تو لباسشویی چطور؟ میکروسویچ درب، هیدروستات، موتور. هرچند که ما تو دوره تجارب تعمیرات بردمون 0 تا 100 تمام شبیه سازی ها رو، حتی روش بدون هیدروستات، بدون میکروسویچ درب، بدون فن، همه رو توضیح دادیم. امیدوارم این ویدیوهای مختصری که ضبط میکنیم برای شما مفید باشه. پیروز و پابرجا باشید. خدا نگهدار.